همیشه بخند و سر و ببر از دلا، دوباره بلند شو امیدو ببر از کجا، با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از گویا، از شب شب غم تا سحر ما جانمون از فردا، هر پنجشنبه با ما پیک شادی. با گرمترین سلام ها و صمیمانه ترین درودها خدمت شما عزیزان و یاران همیشگی پیک شادی. بیش از 5 ماهه که از شروع قیام سراسری و انقلاب دموکراتیک مردم ایران میگذره و فریاد آزادی بر بام سپید پوش دماوند طنین اندازه. بله، ایران ما با رزم و قیام فرزندانش و با خون جوشان رشیدترین فرزندانش روزهای غمبار حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه رو پشت سر میذاره و به سوی شادی و آزادی پیش میره. قرن حاکمیت شاه و شیخ بر ایران زمین به پایان رسیده و این قرن آغاز جمهوری دموکراتیک در سرزمین شیر و خورشیده. با بهترین آرزوها برای همه شما عزیزان و با این امید که بتونیم شادی رو به دلها و خنده رو به لبهاتون بیاریم، اولین بخش برنامه پیک شادی رو تقدیم حضورتون میکنیم. سلام. در هفته‌های گذشته در مسیر پیشروی قیام یک پروژه‌ای مطرح شد به اسم وکالت. قبل از اینکه این پروژه رو بررسی کنیم که چی بود و کی راه انداخت و کی پشتیبانی کرد و به چی رسید، اول بذارید ببینیم که در جنگ اصلی بین مردم ایران با حکومت آخوندی این حرکت چه فایده‌ای داشت. اختلافات از کف خیابان حالا به سران برانداز رسیده وقتی سران اپوزیسیون بر سر قدرت و منافع به هم وکالت نمیدن. رضا پهلوی از براندازان خارج از کشور خواسته به او بپیوندند. حالا استدیوهای شبکه‌های فارسی زبان در انگلیس محل دعوا میان براندازان شده. تقسیم قدرت برای لیدری اغتشاش در ایران اینجا به جنگ میان آنها بدل شده. اما وکالت میدهم حالا جبهه جنگ میان آنها را بیشتر نمایان کرده. این محصول نهایی کمپین تبلیغاتی وکالت میدهم سلطنت طلب‌ها بود. یعنی بهترین پاس گل رو داد به عوامل رژیم مثل 2030 که بیان بگن این نظام هیچ آلترناتیوی نداره و همه دارن به هم دیگه میزنن، پس جو ناامیدی ایجاد کنه، پس بگه تو خیابون اومدن فایده نداره و فعلا با همین رژیم بسوزید و بسازید. یا اینجا تو این رسانه اینترنتی اطلاعات سپاه همین حرف رو خیلی واضح‌تر میگه. یعنی اصلا چیزی به نام اتحاد این وسط وجود. اینجا هدف این نیست که حاکمیت به چالش کشیده بشود. اینجا هدف این هست که با کمک این ظرفیت کشور دچار بحران بشه. مدل سوریه، مدل لیبی. اینها اتحاد پذیر نیستن. اینها هر کدوم با دیگری اختلاف نظر دارن. من قبلا خدمت شما عرض کردم، بعضی از دوستان تو کامنت ها خندیده بودن، فکر کنم من دارم شوخی میکنم. آقا الان نظام عوض شد. سر اینکه ناهار چی بخوریم، شام چی بخوریم، والله اینا با هم دعواشون میشه. اینا توی جوب نمیتونه آبشون بره. همه اینو فهمیدن دیگه. پس چرا دارن این بازی رو در میارن؟ بیاید متحد بشید، بیاید فلان بکنید. این داستان اپوزیسیون سوریه است. آقا میخوایم نظام رو عوض کنیم، بریزید به هم. خب راهکارمون چیه؟ فعلا بریز به هم داداش. فعلا بریز به هم، بعدم به راهکار میدیم. میبینید که اطلاعات سپاه از این پروژه وکالت بچه شاه داره بهره خودش رو میگیره و همون کابوس سوریزاسیون ایران بعد از سرنگونی که همیشه مردم رو باهاش میترسونه رو با اتکا به پروژه وکالت تبلیغ میکنه. چجوری؟ میگه همه تو اپوزیسیون با هم اختلاف نظر دارن و اگر ما بریم ایران میشه سوریه، بنابراین قیام علیه این نظام فایده‌ای نداره و ملت بشینید توی خونه‌هاتون. بگذاریم از اینکه وضعیت سوریه رو همین رژیم و سپاه قدسش به وجود آوردن و اگر این رژیم نباشه مطلقاً چنین چیزی رخ نمیده. اما الان فقط میخوایم ببینیم که پروژه وکالت و همه دستاندرکاران و مبلغان اون چه پاسگلی به رژیم دادند. اتاق فکری که این پروژه وکالت رو طراحی کرد، حالا
اشتباه محاسبه داشت یا اصلا عمدن میخواستن به اینجا برسه، بالاخره اون چیزی که در عرصه سیاسی ایران به وجود آورد نتیجه ای نداشت جز اینکه به رژیم کادویی داد. بنابراین خیلی مهمه که به عنوان کسانی که توی جبهه براندازی فعالیت میکنند این تجربه رو، این پروژه مشکوک رو بررسی بکنیم که چطور به اینجا رسید و چه کسانی در ایجاد این پروژه نقش داشتند. خیلی واضحه که یک پروژه‌ای با این ابعاد کار یه نفر و یه توییت نیست و همچین خودجوش هم ایجاد نشده، بلکه یک اتاق فکری و یک یا چند جریان با محاسبات مشخص این پروژه را راه انداختند و اگر همه این عناصر پشت این پروژه نبودند هرگز چنین سر و صدایی ایجاد نمی‌کرد. برای مثال مشابه همین پتیشنی که این بار گذاشتند برای وکالت به بچه شاه رو چند بار دیگه هم افراد دیگه در ماه‌های گذشته گذاشته بودند ولی هیچ کدوم چنین بازتابی نداشت و کسی هم بهشون توجهی نکرد. مثلا اینجا نگاه کنید، 2 دسامبر 2022، 29 دسامبر 2022، اونایی که قبل از این ماجرا ثبت شدن رو دارم میگم دیگه، 26 نوامبر 2022، ولی هیچ کدوم توجهی بر نینگیخت. پس کار جدید نبود، ایده‌ش هم جدید نبود. ولی این بار چطور شد که این قضیه پر سر صدا شد؟ این بار پروژه با ایفای نقش خود رضا پهلوی در یک مصاحبه با تلویزیون معلوم الحال من و تو شروع شد. تلویزیونی که بهش میگن تلویزیون بقایای ساواک و عوامل شیخ. رضا پهلوی در شب 26 دی که سالگرد فرار باباش از ایران بود، یه مصاحبه داشت که کاملا واضحه که سوالاتش طراحی شده است تا این حرفهای مشخصی رو بزنه. مصاحبه زنده نیست، از قبل ضبط شده، پیوستگی هم نداره. معلومه که یه جایی رو قطع کردن، احتمالاً شاید وسطش قطع کردن که اینو خوب نگفتی، اینو حتما بگو، اینو اینطوری بگو. مثلا التماس برای اینکه به من وکالت بدید تا من برم سراغ خارجی ها. ببینید که چطور مجری زمینه رو میچینه تا اون هم بگه به من وکالت بدید. ما الان ببینیم با یه رژیمی سر و کار داریم که قدرت مالی داره، منابع مالی داره، نیروی سرکوب خودش رو رهبری میکنه، سازماندهی میکنه، ولی از یه طرف هم خب با یه مردمی هستیم که داریم از لزوم مبارزه مدنیشون صحبت میکنیم، یعنی اینکه یک دیسیپلین، یک نظم و انضباطی رو دنبال کنن و خب این تا الان هم دنبال کردن، حالا اون با هماهنگی شبکه‌های مردمی به صورت خودجوش بوده، اما بازم من میرسم با توجه به نقش ماندلای رهبران مثلا همون آفریقای جنوبی، بازم به اینجا میرسم که خلأ یک رهبری ملی رو شما در روند این جنبش احساس نکردین؟ فکر نمی‌کنین که ما به عنوان حتی یه هماهنگ کننده به این نقش تو این مرحله احتیاج داریم؟ هر نوع کاری که انجام میدیم باعث یک مبنای مشروعیت و یا یک نوع وکالتی از داخل ایران داشته باشه. خیلی ساده بهتون بگم، فردا فرض بفرمایید که من بتونم برم با یک سری شخصیت‌های سیاسی دیدار بکنم و همراه دیگرانی که در این کار با هم همسو و همکار هستیم برای ارائه دادن یک برنامه یا یک پروژه یا هر چیزی که ازشون انتظار داریم. خب اولین سوالشون این هستش که شما به نمایندگی چی اینجا حضور پیدا کردید؟ به نمایندگی همه ایرانیانی که اسم شما رو فریاد میزنن. فردا هر کاری که بخوایم انجام بدیم باید یه مبنای مقبولیت و مشروعیت از داخل داشته باشه و این باید بیشتر بیان بشه و بیشتر در عمل دیده بشه، چون فردا که قرار باشه از جانب همیهنانمون در صحنه بین‌المللی رایزنی‌های لازم رو انجام بدیم، باید بتونیم بگیم که این حرفی که میزنیم پشتیبانش زندانیان سیاسی هستن، فعالین مدنی هستن، جریانات فکری سیاسی داخل کشور هستن و اینها به ما این امکان رو دادن که بیام از طرف اونها، در جایی که خودشون نمیتونن این رو بحث بکنن، از طرف اونها نمایندگی بکنیم. خب این یه چیزی که باید بین خودمون انجام بدیم. خود این مصاحبه جای بحث زیاد داره ولی ما اینجا فقط روی همین یه تیکش متمرکز هستیم. میبینید که مجری اصرار میکنه که ما یک نفر رهبر میخوایم، یک هماهنگ کننده میخوایم. اصلا صحبتی از شورا و حزب و ائتلاف توی این سوال نمیکنه. مشخصا میگه ما یک نفر رهبر ملی میخوایم که بچه شام بهش میگه اگه من برم پیش طرفای خارجی باید یک وکالت داشته باشم، که اونم میگه نه خب الان که دارن میلیون‌ها نفر برات شعار میدن، که این میگه نه صدا باید بلندتر از این باشه.
حالا اینکه اصلا توی این مدت 4 ماه قیام چند نفر شعار برای این دادن و این چند درصد کل این هزاران کلیپیه که توی این 4 ماه منتشر شده، اینم واردش نمیشیم، چون اگر هر کدوم از این پرانتزها رو باز کنیم کلی سند و فاکت هست که در مورد این توهم وجود داره و اگر بخوایم واردش بشیم زمان این برنامه اجازه نمیده. الان فقط تا اینجا میخوایم ببینیم که این مصاحبه و این جملات رضا پهلوی همینطور سهواً گفته شده یا نه عمدی در کار بوده و در کادر یک برنامه مشخص این حرف گفته شده. روز بعد یعنی 27 دی ماه ما مشاهده میکنیم که یه فردی به اسم احسان کرمی که ظاهراً با دیدن این مصاحبه خیلی متحول شده، یه دفعه توییت میزنه، میگه با توجه به تاکیدات رضا پهلوی مبنی بر حفظ یک پارچگی ایران، احترام به آزادی عقاید گوناگون در عین دوری از سازمان منفور مجاهدین خلق به ایشان وکالت میدهم و بعد هم هشتگ من وکالت میدهم رو میزنه. اصل حرف اینجا اون دوری از سازمان مجاهدینه، چون بقیه حرفا که کلیه و بچه شاه قبلا زده بود. لگد به مجاهدین مهمه که باید اینجا برجسته میشد. حالا اینو داشته باشید همون روز همین آقای احسان کرمی یک پتیشن هم در سایت change.org ثبت میکنه که به شاهزاده رضا پهلوی نه فقط وکالت بلکه نمایندگی هم میدم که طبعا ابعادش دیگه خیلی فرق میکنه، یعنی وکیل به علاوه نماینده. دقت کنید که اینجا توی تیتر انگلیسی هم نوشته پرنس یعنی شاهزاده و هم رپرزنتیتیو یعنی نماینده. اینم داشته باشید باش کار داریم. خب اینجا سوال پیش میاد که این احسان کرمی کیه و از کجا پیدا شد؟ برای پاسخ به این سوال مجبوریم یه پرانتز باز کنیم. احسان کرمی یه مجری تلویزیون رژیم بوده از سال 1385، یعنی نزدیک 15-16 سال تا همین چند ماه پیش وسط قیام برای تلویزیون رژیم کار میکرده. توی اون سیستم هم آدم مورد اعتمادی بوده. مثلا سال 95 ویژه برنامه تحویل سال رو بهش دادند. سال 94 مجری جشنواره دهی فجر رژیم بوده. با آیین افتتاحیه 35مین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر، خیر مقدم عرض می‌کنیم خدمت مسئولین محترم. کسی که برای همه ما قطعاً عزیزه، خیلی دوستش داریم، وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف. پیشاپیش عرض تبریک داریم به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در سال 1357. در این بخش اجازه میخوام با افتخار دعوت بکنم از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر صالحی امیری که برای سخنرانی به روی صحنه بیان. به افتخارشون. آقای صالحی امیری دیر زمانی نیست که به مقام وزارت منصوب شدند. یه مقداری به نظرم باید انرژی بیشتری بهشون داد. افتتاحیه شبکه تهران اشتی رو بهش دادن. تو برنامه خندوانه مجری بوده که این برنامه که از برنامه اصلی و پردرآمد تلویزیون رژیمه. این در یک کلام از هر طرف که نگاش کنی احسان کرمی یک مزدور حکومتی و مورد اعتماد سیستم بوده که خیلی هم روی همین موضوع انگشت گذاشتن. یه دفعه یک هنرمند عزیزی مجری جشنواره فجر، میدونی بالاخره من شهرام همایونم دیگه، ببین این آقا احسان مجری جشنواره فجر بوده، شوخی نیستا، یعنی حسن علی جعفر نیست، تریبون زنده جشنواره فجر رو سپردن به یه آدمی چیز کمی نیست. ولی شون یه دفعه میاد آمریکا و یه دفعه میشه هشتگ درست میکنه، پشتگ درست میکنه برای شاهزاده که آقا بیاد به شاهزاده. احسان کرمی که توی صدا و سیما ایران، یعنی انقدر بهش اعتماد داشتن، از حراست و حفاظت و چی رد شده رفته توی صدا و سیما ایران، بعد تونسته اونجا اجرایی رو دست و پا بکنه برای خودش، رفت آمدی داشته باشه. خب پس این که مجری مورد اعتماد تلویزیون رژیم بود و توی ایران بود، از کجا توی این داستان پیدا شد؟ احسان کرمی در سالیان گذشته به دلایل خانوادگی یا شغلی مرتب به آمریکا سفر داشته
مثلا همین امسال تابستون یه تئاتر داشته که با یک بازیگر دیگه 2 نفره اجرا می‌کردن و تو شهرهای مختلف آمریکا میچرخید و وسط قیام هم با فروش بلیت نمایشش پول در میآورده. یعنی از این کارا رژیم تو این سالیان زیاد کرده که بازیگرا یا خواننده‌های مورد تایید حکومت میرن خارج کشور، کنسرت میذارن، تئاتر میذارن. کارشون اصلا همینه که این مرز رژیم و ضد رژیم رو قاطی کنند. اون تو داخل داره جنایت میکنه، اینا میان با آثار هنری مورد تایید حکومت چهره نظام رو بزک میکنند. که البته خب بعضی جاها هم هموطنانمون به این مالکشان ولایت اعتراض کردند. بگذاریم. به هر حال این احسان کرمی امسال تابستون برای اجرای این تئاترش تو آمریکا به سر میبرده. از 25 شهریور که قیام در ایران شروع میشه، گر میگیره و همه شهرها رو میپوشونه، این آقا هم شروع میکنه خیلی نرم خودشو منطبق میکنه با شعارهای مردم، بدون اینکه هیچ توضیح بده که تو خودت تا همین چند وقت پیش ویترین این نظام بودی، تو کی متحول شدی، پس اون گذشته چی بود؟ هیچ توضیحی نمیده. شغلش هم که بازیگری بوده دیگه، انواع فیلم ها رو بازی میکنه، شعارهای بی هزینه میده، هشتگ نه مهسا امینی میزنه. بعد یک دفعه در 19 مهر ماه همین امسال از استودیوی من و تو سر در میاره، همون تلویزیونی که همین مصاحبه رو با رضا پهلوی کرد. راستش تا هفته پیش هم خودم فکر نمی‌کردم که امروز قرار بشه اینجا باشم. ببینین، اولا من توی دوره هایی که ممنوع تصویر هم نبودم، اما یه مرتبه می اومدم رو آنتن با مجوز ویژه می اومدم. یک آقای محترم، چون ببین تو این سالها ما مدام به نهادهای امنیتی رفتیم اومدیم هممون، چه من چه بقیه همکارم. من با اطمینان خاطر و با جرأت میگم توی همون کسایی که تو نهادهای امنیتی هستن آدم‌هایی حضور دارن که بسیار نیت صادقانه برای اصلاح امور دارن. جالبه تو استودیوی من و تو ترانه هم میخونه برای آدم‌های صادق و بسیار با حسن نیت در نهادهای امنیتی رژیم هم کاسلیسی میکنه، ولی مطلقاً علیه خامنه‌ای و سپاه حرف جدی نمیزنه. مثلا یک شعار مرگ بر خامنه‌ای شما ازش پیدا نمی‌کنید در این مدت، تا اینکه در 14 آذر، درست در شب اون فراخوان سالگرد 16 آذر بود، یک دفعه خیلی بی ربط آقای احسان کرمی یادش میفته که در اولین موضع‌گیری سیاسیش باید یک لگدی به مجاهدین بزنه. نوشته این پرچمی که من دارم نه مال سلطنت طلباست و نه مال مجاهدین خلق که شرشان از همه دور باد. بعد هم میگه من هیچ وابستگی به هیچ دسته و حزب و گروه سیاسی ندارم. البته توی همین پست هم اگه دقت کنید باز هیچ لگدی به خامنه‌ای یا سران رژیم نمیزنه، فقط به مجاهدین. حالا این آقای مثلا نطر خنثی که تا الان حرف جدی علیه نظام نزده، یه دفعه شب 26 دی ماه مصاحبه پهلوی رو میبینه، متحول میشه و اون توییت رو میکنه که چون رضا پهلوی گفته همه به جز مجاهدین که بخشی یا تمامی مشکلش هستن، پس من وکالت میدم. اونم با کد منفور که همه میدونن دیگه، این کد شناخته شده وزارت اطلاعات و شمخانی و پاسدار محسن رضایی و رمضان شریف سخنگوی سپاه و دشخیم غریب آبادی معاون قضایی رژیم و حابیلیان و انجمنهای نجاست و وزارت و خلاصه عوامل پیشانی سیاه رژیمه. بلافاصله یه چند نفر از افرادی که سناریوی مشابه همین احسان کرمی داشتن که توی رژیم بودن، از بازیگر فوتبالیست و یک دفعه اومدن خارج کشور و برانداز شدن، اونا هم همین هشتگ رو زدند و از روز بعد فاز سوم پروژه شروع شد. اون هم ورود مدیای فارسی بود. اگر در همین نقطه مدیای فارسی وابسته به کشورهای مختلف ورود نمی‌کردند، این کمپین مثل خیلی از کمپین‌های مجازی دیگه اصلا برجسته نمی‌شد. یه چیزی در عالم هشتگ سازی و ترند کردن این یا اون هشتگ باقی میموند. ولی ما شاهد هستیم که از روز 28 دی اینا معرکه رو دست میگیرن و با گزارش‌های ساعت به ساعت و نشون دادن لحظه به لحظه آمار امضاها میخواستن این کمپین رو جلو ببرن. اشاره کنم که این در واقع حامیان این موضوع پتیشنی رو هم به اشتراک گذاشتن که همونطور که در تصویر می‌بینید تاکنون 137,000 نفر فعلا اون رو امضا کردن. کریمی نوشته من وکالت میدم به شاهزاده. اینه من وکالت میدهم و توماری که به همین منظور با عنوان شاهزاده رضا پهلوی نماینده من است در وبسایت change.org راه اندازی شده. در 2 روز گذشته بیش از 236,000 امضا جمع آوری کرده. در گام چهارم چند روز بعد از شروع این ماجرا باز خود رضا پهلوی خیلی ذوق زده وارد شد
و رسید دریافت داد که بله، من هم پیام وکالت میدهم شما رو شنیدم. پس ما نقش رضا پهلوی رو هم در شروع و هم در پایان این موج مشاهده میکنیم. بعد از یک هفته که این موج خوابید و امضاهای اینترنتی در زیر این پتیشن در هفته اول دور بر 300,000 تا بود و بعد از 20 روز هم به 450,000 تا نرسید، با اظهار نظرهای دیگری مواجه شدیم. 88 میلیون ایرانی هستن و فکر میکنم که آخرین شماری که من داشتم 300,000 نفر این وکالت رو روی آنلاین دادن، ولی این خیلی کمه. این برای اینکه رهبران کشورهای مختلف و یا کسانی که نیاز داریم حضور داشته باشند رو به نظر من مجاب نخواهد کرد. این کارزار توسط شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی شروع نشده، این رو همه میدونن. در صحبتی که با تلویزیون من و تو داشتند، یک کلمه در یه جمله که داشتن گفتن وکالت یا نمایندگی مردم ایران رو باید داشته باشم تا کاری بکنم. الان موقعشه که شاهزاده رضا پهلوی در این زمینه با شفافیت کامل بیان جلو و بگن که این کارزار رو ایشون راه انداختن. جز شخص شاهزاده رضا پهلوی، شاهزاده ازتون التماس برای اولین باره ازتون التماس میکنم این ماجرا رو شما میتوانی تمامش کنی. خیلی مشکل میشه نقش رضا پهلوی رو در ایجاد این کمپین نادیده گرفت، چون بچه شاه نه تنها این توصیه ها رو گوش نکرد و چه این موضع شفافی نگرفت، بلکه شما میتونید در توییترش هنوز این پیام رو ببینید که گفته چقدر از دیدن این پیام های وکالت ذوق کرده و در واقع مهر خودش رو زیر این شو گذاشته و همین امر باعث شد که عده‌ای از طرفداران رضا پهلوی هم مسئله دار بشن. من حامی شاهزاده رضا پهلوی هستم، ولی شاهزاده تصمیماتی میگیرن که من اون رو همسو با سلیقه خودم نمیبینم. همین که بگن من وکیل مردم هستم این کافیست. اون وقت این وکالت با 350,000 نفر در مقابل 85 میلیون جمعیت ایران آیا وجاهت قانونی ایجاد میکنه؟ و یا اگر حتی این 3.5 میلیون هم بود، باز این وجاهت قانونی رو ایجاد میکرد؟ 350,000 امضا یا 500,000 امضا ایشون میخواد با مقامات خارجی صحبت بکنه، با کدوم مقام در مورد چه موضوعی میخواد صحبت بکنه و از کدام جایگاهی میخواد با اونها صحبت بکنه و به چه نتیجه‌ای برسه؟ با اونها واقعا الان باید بپرسیم که مسائل ایران الان میتونه فرانسه حل بکنه؟ و حالا با این وضعیت کشورهای خارجی چقدر در داخل ایران نفوذ دارن؟ واقعا چقدر دارن؟ و اگر هم داشتن جایز بود که یک نفر به نمایندگی از مردم ایران بخواد با این قدرت‌ها وارد مذاکره بشه و بعد مذاکره راجع به چه چیزی؟ و این پرسش من داشتم و هنوز دارم در مورد اینکه شاید این تصمیم هم تصمیم مطلوبی نبوده و به هر حال این چند دستگی رو ایجاد کرده. در نهایت نتیجه ساده چمچاقگی است که شما به اون اشاره میکنید. حتی عده‌ای میگن که آقا این پیام رو، این توییت رو سپاه پاسداران بوده که راه انداخته برای اینکه شاهزاده رو در مقابل مجاهدین قرار بده، هر دو رو تضعیف بکنه. البته خود این آمار ثبت شده در این پتیشن هم زیر علامت سواله و علمی نیست و خیلی گفتن که این آمارش اصلا اگر بیشتر هم بود نشانه مشروعیت نبود، چون در این سایت که برای هر امضا آیدی کارت یا شماره شناسنامه نمیگیرن، بلکه فقط یک ایمیل میخواد. خب ممکنه یه نفر با چند ایمیل امضا کرده باشه، یا مثلا هیچ محدود سنی نداره، مشخص نمیکنه که امضا کنندگان اهل کدوم کشورن. یعنی شما نمیتونی بگی که اینا همشون اصلا ایرانی هستن یا همه بالای سن قانونی هستن. شما میتونی بری به دوستای خارجیت هم بگی بیا امضا کن، میکنن. به خاطر همین کسی از این سایت برای وزن کشی سیاسی استفاده نمیکنه که مثلا بگه من این تعداد رأی دارم، بلکه برای بولد کردن کمپین‌های تبلیغاتی حول یک موضوع مشخص از این سایت استفاده میشه. الان شما گفتی 380 و چند هزار نفر الان. خب یعنی اینه که در این از یک شنبه تا سه شنبه، الان که سه شنبه است به وقت ایران، فقط مثلا 50,000 نفر اومدن روش. حالا این 50,000 نفرم شما که میدونید که اینا نفر نیست، من خودم رو اصلاح میکنم، اینا امضا هست، امضاهایی هستش که در اون change.org دیده میشه.
من وقتی که این سوشال میدیای خودم و شبکه بندی های اجتماعی خودم رو درست میکردم، برای من تبلیغ میومد که میخواید چند تا وسط عضوگیری بکنیم، 1000 تا، 10,000 تا، 50,000 تا، 100,000 تا، و اینا یه بات های هستن، یه ربات های هستن که از این چیزا درست میکنن واسه آدم. این رأیگیری به هیچ وجه یا این وکالت به هیچ وجه علمی نیست، میتونه جای بسیار تقلب کردن رو باز بکنه. من نمیگم آره یا نه، ولی این اصلا علمی نیست. از اونجایی که مخالفت با این کمپین هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی بالا گرفت، بانیان این کمپین مثل احسان کرمی شروع کردن به توجیه قضیه که این خودش بیشتر موضوع رو خراب کرد. شرکت در این کمپین و امضای اون پتیشن به هیچ عنوان مفهوم این رو نداره که ما سلطنت طلب هستیم، جمهوری خواه هستیم یا هر دیدگاه سیاسی دیگری که داریم. این صرفاً اعطای یک وکالت به شخصیتی است، تنها شخصیت سیاسی هست که در بین اپوزیسیون این روزها فعال هست. اولا تو خود از کی اومدی شدی جزو اپوزیسیون که حالا در مورد اپوزیسیون نظرم میدی؟ تو اول جواب بده که جریان اون همه سالی که برای این رژیم نکبت و جنایت تبلیغ میکردی چی بود؟ چرا اینقدر به تو اعتماد داشتند که تو رو توی حساس ترین برنامه‌ها مجری میذاشتند؟ مگه تو سرکوب ملت توی سال 88 رو ندیده بودی؟ مگه کهریزک رو ندیده بودی؟ مگه ستار بهشتی یا آخرین نگاه ندا یا خنده مجید کاووسی پای تنابدار رو ندیده بودی؟ بعد چطور باز مجیز مقامات این حکومت رو میگفتی؟ توی تریبون‌های این رژیم جنایت‌هاش رو مالکشی می‌کردی. بعد اومدی اینجا برای اونایی که 40 سال در برابر این رژیم ایستادن لغز اپوزیسیون میخونی؟ تو رو چه به این حرفا؟ بعد از این درست مثل اونی که میخوره زمین تا آخر سینه خیز میره، احسان کرمی هم اومد یک توییت زد که رفع رجوع کنه مسئله رو، ولی بیشتر به ضررش شد. به عنوان پدید آورنده کمپین اعطای وکالت به رضا پهلوی، نه خود پادشاهی خواه هستم و نه ثبت امضاها به مفهوم پادشاهی خواهی است. دیگه بعد از این از همه طرف ریختن سر خودش و کمپینش که این چه غلطی بود که کردی. کاش اون موقعی که با سازمان‌های مرتبط با سپاه همکاری می‌کردی که از فرش به عرش رسیدی دنبال آزادی خواهی بودی. الان هم بعید نیست که گرگی در لباس گوسفند باشی. شخصا شما را آدم زلالی نمی‌بینم. همین چند ماه پیش در اینستاگرامتون از پرویز پرستویی سر جریان اکرام فیلمش در لس آنجلس دفاع کردی و بعد پستت رو پاک کردی. فعالیت شما به خاطر ایران نیست. فکر نمی‌کردم که یه موجی به این روز بیفته. متملق، وسط باز، چاپلوس، سیاست یکی به نل یکی به میخ. چی میشه واقعا آدم اینجوری میشه؟ این حرکت مستقیما توسط اتاق جنگ روانی رژیم طراحی و توسط عناصر نفوذی در درون جبهه مبارزان به همراهی عده‌ای احساساتی و نادان به اجرا گذاشته شد. شعور یک نعمت است. فرزند دیکتاتور سابق و کسی که سوگند پادشاهی خورده گزینه رهبری حرکت دموکراتیک میشه آخه. شما اگه مهره نظام نباشی که با توجه به سابقتون توی صدا و سیما بعید نیست، حتما یک احمق هستی. هیچ دلیلی نداشت امروز توی زاهدان به جای اتحاد پوستر رأی میدهم و نمیدهم باشه. اطلاعاتی صادراتی، کمپینت به نتیجه نرسید داری براش گدایی رأی میکنی؟ خلاصه این که موج مخالفت با این کمپین از فضای مجازی به فضای حقیقی هم رسید و در تظاهرات مردم زاهدان و هم در تظاهرات هموطنانمون در خارج از کشور خودش رو بروز داد. وکیلشون پهلویه، هفت پشتشون اجنبیه. وکیلشون پهلویه، هفت پشتشون اجنبیه. وکیلشون پهلویه، هفت پشتشون اجنبیه. وکالت که آخر نمیدونم بشه گفت وکالت، واقعا یک
واقعا بیشتر از یک جنگ رسانه‌ای، نمیخوام یک توصیف خوبی نباشه، ولی این یک عمل ناشایسته از دید من در این فضای سیاسی که الان هستیم، با اشکالاتی که در دنیا داریم، در منطقه داریم، در وطنمون داریم، با اتفاقی که داریم میفته. امروز 130مین روز هستش، بخوایم واقعا یک کار سبک از نظر سیاسی انجام بدیم، این واقعا یک خدمت که نیست، درست برعکسش هست به مردم ایران، به خصوص اون کسانی که در خیابان‌های حقیقی و مجازی فعالیت میکنن. ولی من الان به صورت واضح و روشن میگم که من جمهوری خواهم. نمیگم یه روز من شاهم، پس فردا رئیس جمهورم، حالا موقتم، حالا دائمیم، اصلا الان نمیدونم چیم. این وقت باعث میشه که این جنبشی که شروع شده دچار انشقاق بشه، دچار انشعاب بشه، دچار سرگرمی بشه بین مردم که حالا بریم چی کار بکنیم، وکالت بدیم یا توییت بزنیم. این وکالت گیت درست به همون رسوایی توییت گیتی شد که یه مرتبه هول توییت گیت 5+1 و باز من نمیدونم واقعا کی به ایشون مشورت میده. من در این مدتی که 4 ماه 5 ماهی که این 130 روزی که این حرکت در جریان هستش هر روز میبینم، من شخصا و دنبال میکنم قضایا را، از خودم میپرسم که این شخصی که ما میخواهند به مرجعیت یعنی برسوننش یا اونجا بنشوننش، چه تأثیر مستقیمی روی تعمیم و تعمیق این شرح حرکت داشته، چه فکر استراتژیکی جلوی مردم گذاشته، چه گفتمان بسیار مؤثری از این شخص و از نهاد کسایی که دور و برش هستن صادر شده که به ما این مرجعیت را آیا این مرجعیت فقط ژنتیکی هستش؟ ته خط احسان کرمی بدون اینکه باز به نقش خودش تو ایجاد این فضاحت اشاره‌ای بکنه و اشکالی رو به گردن بگیره، اونم از این پروژه بیرون کشید و در یک پست اینستاگرامی گفت لطفاً دعوا پیرامون اعطای وکالت رو کنار بذارید و دیگه حتی خودش هم هشتگ وکالت رو توی این پست نزد. پروژه وکالت از آغاز تا پایان فقط به رسانه‌های حکومت آخوندی خوراک رسوند. اینکه خود رژیم مبتکر این پروژه بود یا عوامل خودش رو توی پیشبردش نفوذ داده بود، دیگه قضاوتش با شما. اما اگر عوامل دستن در کار اولش پیشبینی‌های دیگه‌ای داشتن و بعد که دیدن نگرفت عقب کشیدن، خب این سطح شعور سیاسیشون رو نشون میده و اینکه به چنین افرادی هرگز نمیشه اعتماد کرد. کسانی که با تصمیماتشون نه تنها در مقابل خط سرنگونی مانع تراشی میکنند، بلکه با پروژه‌های مانند وکالت نیروهای آزاد شده برای براندازی رو هم مأیوس و سرگردون میکنند و به این ترتیب بیشترین خدمت رو به بقای رژیم میکنند. هرچه بیشتر این قشر خاکستری همراه بشه در این حرکت، در قالب یک حرکت‌های مدنی خشونت پرهیز، نقش نیروهای انتظامی در همراه شدن با مردم بدون اینکه نگران یک آنارشی پس از فروپاشی بشن، کار اونها رو راحت‌تر خواهد کرد. وقت بخیر و خدا نگهدار. بودو نمونی ها. آلترناتیو بازیه. بیا دیگه. آلترناتیو بازیه. آلترناتیو بازیه. بودو. آلترناتیو بازیه. نمونی ها. آلترناتیو بازیه. آلترناتیو بازیه. بازی بعد از اون قیامه بی‌نظیر دی شروع شد. واژه آلترناتیو هی توی گوگل جستجو شد. از جسدهای سیاسی تا عروسک‌های کوکی، واسه آینده ایران میکشیدن هی کروکی. مثل قارچ یک شب همجا سبز شد، پر شد از آلترناتیو بازیه. بودو. آلترناتیو بازیه. آلترناتیو بازیه. الغرض باز
جلی تا بخواهی، اپوزیسیون های فیک و راه حلای فکاهی. پیشنهادم این رنگ جورا با فیروزه ایشه، با روبان های سفید رنگ بزنیم تیشه به ریشه. وای چه رسمی آلترناتیو بازیه، آلترناتیو بازیه، آلترناتیو بازیه. اینه دیگه این بره بازار حراج چکمه و نعلین و گیوه، ارتجا با طعم میوه، این همه جور آلترناتیوه. نسخه جذب بسیج و تسلیت هی سپاه، یک گذار بی هزینه رو به سمت پادشاه و مرد شور شیخ و شاه. آلترناتیو بازیه، کاری کیه؟ آخه چرا؟ که چی بشه؟ که آقا خوشش میآید. اصلاحات چی های دیروز گوشه این بازار نمیدن، تحت عنوان برانداز به نظام سرویس میدن. فاست فود آلترناتیو هفته به هفته خفنناک، تو بی بی سی یا من و تو یا توی سایت های واواک. کاسه لیسن آلترناتیو بازیه، سلسله جنبونش کیه؟ آلترناتیو بازیه، نمونیا این گله جوونش کیه؟ آلترناتیو بازیه. اون یکی میگه 1 میلیون باس یه روز جمشن تو میدون، شاد و شنگول ساعت 6 میشه آزاد کل ایرون. بابا جون تو اختناقیم، این خیالا خیلی خامه، راه حلی که سرابه منشأش خود نظامه. قشر خاکستری کو آلترناتیو بازیه، آلترناتیو بازیه، آلترناتیو بازیه. بیا دیگه ولی میذاره کنار کفی که روی آبه، شورش و خیزش تنها جوابه. هر چیزی جز این پوچه و پوچه، بس که به جنگی کوچه به کوچه، باید بشکنی پشت سپاهو، اینجوری میتونی واکنی راهو. تابش کاخ ولایت ویران، ارتش آزادی میخواد ایران، ارتش آزادی میخواد ایران. هفته خبر تو خبر داره براتون. از عظمایی که کلی دلشو صابون زده بود تا ساندویچ خورا رو جمع کنه و سالگرد قلمبا کردن انقلاب رو جشن بگیره. 22 بهمن امسال مظهر اتحاد ملی است. من توصیه هم اینه به همه آحاد مردم عزیزمون که سعی کنن این راهپیمایی رو، این روز بزرگ رو، این حرکت با شکوه رو مظهر اتحاد ملی و وحدت ملی قرار بدن. اوضاع به قدری خراب بود که مجبور شدن برن ساندویچ خورای نیجریه‌ای بیارن تا خیابونا خالی نباشه. تیوی ریشم طبق معمول زد تو خط آرشیو خوری، اما حواسش نبود که مردم مچشو میگیرن. بچه اینجایی که میبینید میدون امام ساریه، خب پخشش هم زده زنده. ببینید اینجا زده زنده. ما الان توی میدون امامیم. بذارید برم میدون امامو بهتون نشون بدم. اینم میدون امامه. کلا اینقدر جالبه نه؟ اینجا چند نفرن؟ اینجا کلا اینقدر، همون جایی که تصویر شده ببینید. این بز بیاری آخوندا رو
حتی اسبا هم تشخیص دادن و رم کردن. ظلم ستم سهربای آمریکا و هویت آمریکاست، نماد شیطان لعین آمریکاست، محور هر جنایتی آمریکاست و مشت‌های گره کرده. بسیجیان برای که نشون بدن این جفتک پرونی بخشی از برنامه بوده، خودشون هم جفتک پرونی کردن. یه عده لومپن بسیجی هم از زور بیچارگی شعارهای مردم رو دزدیدن که البته گل به خودی بود، چون در واقع رسید دریافت شعار رو دادن. این سیرک ولایت تا دلتون بخواد مسخره بازی بود. یه نمونهش رو خودتون ببینید. یه پرستوی صادراتی رو هم آوردن تا اینجوری برای عظما بازارگرمی کنه. اولین باره از لندن اومدم، اوکی؟ و فقط به عشق رهبرم، به عشق ایران، به عشق رهبر فرزانه‌ام اومدم و آرزو دارم ایشونو یه بار ببینم، چون گفتن اتحاد ملی ایران یه رهبر داره، رهبر حکیم، رهبر عاقل. مردم هم تصویر این نجم آرپیجی رو دادن به هوش مصنوعی و معلوم شد طرف هم از اپوزیسیون های دستساز عظما بوده. استقلال ایران رو میخوای؟ بلند شو، حرفای من اگه به ضررت قبول نکن. جوونا چند بار دنیا میاید؟ چند بار دنیا میاید؟ یه بار. چشمتو به هم میزنی میبینی 50 سالت شد معتاد و در به در و بیچاره. بلند شو، نترس. و هم به آیت الله BBC زنگ میزده و از راه دور از عظما دفاع میکرده. نیلوفر از لندن خیلی کوتاه اگه بتونی بگی که راه حل الان چیه و ایران باید برای آزادی این 5 سرباز چیکار کنه؟ البته از شانس بد من بازم دیر آمدم روی خط، ولی فکر میکنم دولت ایران اولا داره نهایت رفتار سیاسی رو به درستی انجام میده، اما ملت ایران و دولت ایران باید خیلی هوشیار باشه که جنگ 8 ساله ایران و عراق بازم با اون سیاست‌های گذشته به این شکل برای ایرانیا به وجود نیاد. حالا بشنوید از مردم که اینطوری به عظما تو دهنی زدن. درود بر شرف مردم اصفهان. شب 22 بهمن حتی یک نفر روی صندلی‌ها ننشسته. درود بر شرف مردم. یکی از شگفتی‌های راهپیمایی امسال ساندیسخورا این بود که به طور ناگهانی کتلت سلیمانی هم در راهپیمایی شرکت کرد. کتلت می‌خوری؟ کتلت می‌خوری؟ آقا خانم کتلت. کتلت می‌خوری؟ کتلت می‌خوری؟ کتلت می‌خوری؟ این که می‌بینید بسیجی‌ها در مقابل کتلت واکنش خاصی ندارن، علتش اینه که عظما هم از قبل کتلت شدن سلیمانی رو پذیرفته بود. واقعا اگر حاج قاسم تو رخت خواب می‌مرد یا تو تصادف می‌مرد یا اواخر سینه‌اش ناراحت بود دیگه، شیمیایی بود، مشکل بود، با این ناخوشی ها اگر می‌مرد آدم قصه‌ش می‌شد. حاج قاسم باید همینجور کتلت می‌شد، حقش بود. حالا که به اینجا رسیدیم یادی هم بکنیم از این مصاحبه تاریخی. بیستمان مهمن مبارک. بیستمان مهمن مبارک. بیستمان مهمن مبارک. بیستمان مهمن مبارک. مشنگستان این هفته رو با یکی به دوی خمینی ملعون و پاسدار نقدی مشنگ شروع میکنیم که بدون شرحه. شما یک جمله، فقط یک جمله
اگر از امام که رهبر انقلاب بودن آوردید که تصدیق کردن و خواستن که برید مثلا بشکنید، آتیش بزنید، اگه دیدید، اگه گیر آوردید از هر کدوم از رهبران انقلاب، از هر کدوم از شاگردان امام یک عبارتی که تایید کنه که جایی رو با آتیش کشیده باشن، دادپیمانی کنید، منفجر کنید جایی را که مال دولت هست و رها کنید اینها را. اگر میتوانید بکشید اینها را. خیلی خری، خود خری، نه اینکه مثل خری، اصلا مصدری، معنی مصدری میده. خر بودن تویی. البته خر جلوی این ارش میدوسه. مثلا این خر رو ببینید چه باهوشه. Aquí estamos. 3+3. 3+3. آخوندا و سلبریتی های ولایت مدار از مدت‌ها قبل زمینه چینی می‌کردن که جشنواره زجرشون رو پر رونق کنن. به نظر من شرایط فوق‌العاده عجیبی توی ایران نیست اصلا. اتفاق عجیبی نیفتاده. یه نمایش زودگذر خیابانی بود که فقط تعداد خیلی خیلی کمی از مردم باورش کردن. اونایی که تفاوت بین مجاز و واقعیت رو تشخیص نمیدن. اما جشنواره‌شون تو زرد از آب در اومد و خودشون مجبور شدن اینطوری براش بازارگرمی کنن. آقای فخیمزاده عزیز، بعضی از هنرمندان نه هنرمند نیستن، بعضیا دارن یه جوری فضا سازی میکنن که این چراغ جشنواره فجر یا چراغ سینما ایران بی رونق باشه. خیلی از سینماگرا رو داریم خونه نشین شدن به خاطر این فضا. نوسیه شما چیه؟ والا جشنواره فجر اینجوری چراغ نفتی نیست که خاموشه، فوتش کنی خاموش. جشنواره فجر سالها بوده و ریشه پیدا کرده، با اینجور چیزا خاموش نمیشه. وضعیت به قدری قاراش پیش بود که کارگردان یه سازی میزد و تهیه کننده یه ساز دیگه. حال من خیلی خوب نیست. ما که خیلی خوبیم، امیدوارم شما که خیلی خوب باشید. آخرش هم کسی نیومد و پاچه خارها به همدیگه وعده سرخرمند دادن. به هر حال ممنون که تشریف آوردین دوستان هنرمند من، آقای میان، همه، حالا بخوام اسم بیارم خسته نباشید واقعا. اونایی هم که نیومدن ان شاءالله سال دیگه ببینیمشون. این طرف حواسش نیست که تا سال دیگه خبری از جشنواره زجر نیست و اونایی که از این جشنواره جایزه گرفتن هم جایزه‌هاشون رو انداختن تو آب. اون سینمایی که من فکر می‌کردم باید بهش برسیم این چیزی نیستش که الان هست. سینمایی که عملاً نهادهای وابسته به قدرت و نهادهای امنیتی دارن اون اداره می‌کنن. من قطعاً دیگه توی سیستم تمامیت‌خواه، سیستم آدمکش و جنایتکار دیگه فیلم نمی‌سازم و هیچ وقت توی جشنواره‌ای که این سیستم بخواد برگزار بکنه دیگه شرکت نمی‌کنم. تیویریش هم برنامه ارتباط با مردم راه انداخته. بیننده‌هاش اینطوری سر کارش گذاشتن که من برای صرفه‌جویی در مصرف گاز لامپ‌های اضافه رو خاموش کردم. خیلی ممنون از اینکه همراهی می‌کنید تو این مدیریت بحران. این پرت و پلاگویی‌های آخوندا درباره آب و برق و گاز سوژه طنزهای اینترنتی هم شده. گاز سرمایه ملی است. بیایید با خاموش کردن یک لامپ در مصرف آب صرفه‌جویی کنید. ستاد مبارزه مقدس. این هم یه شیوه دانش بنیان برای مقابله با سیل و زلزله.
یک اشاره کنه سیل میخوابه. و مرحوم آقای خونساری گفتن حاج آقا سیل اومده تا بالای رودخانه گرفته، فیضیه پر شده از آب، میترسیم سیل بیاد تو حرم بیبی، میترسیم قوم و سیل ببره. فرمود منو درشکه سوار کنید ببرید. آوردن لب رودخونه، 2 کلمه دعا خونده، آب دهنش ریخت تو رودخونه و گفت آقا جون 1 ساعت بعد دیدیم آب رفت پایین. مرحوم آقای نجفی میفرمود که خدمت من خودم دیدم زلزله 8 ریشتر تو قم از زمان من بود. 8 ریشتر همون وقت نماز شب حاج آقا بود. اومد که خدمت تو حرم 8 ریشتر کل قم خراب میگه. من دیدم خدمت عرض کنم امام عصر تو حرم ایستاده لگد زد به زمین گفت اینجا قم ها حرم ماست. ساکت شو. اگر تو خونتون آکواریوم دارید سریع جمعش کنید. چرا؟ حجت الاسلام جنشناس جواب میدهد. با سلام خدمت همه عزیزان. موجودات غیر ارگانیک یا همون جن بخوان با ما ارتباط برقرار کنن و برای ما مزاحمت هایی را ایجاد کنن، نیاز به ابزار و عوامل مادی داره. عزیزان، یکی از عوامل مادی و ابزارهای مادی که باعث میشه موجودات غیر ارگانیک حضور پیدا کنند در اون محل و در اون مکان، یعنی کارت دعوتی است که ما براشون میفرستیم، وجود آکواریوم در منزل و در خونه هستش. مشنگستان این هفته رو با این قطعه کوتاه به پایان میبریم که به هیچ وجه فانتزی نیست و روایت مصور یک خاطره از بسیجی‌های مشنگه. سلام داشت جولم، خوبی؟ یه عکس از ما می‌گیریم میخوام برای خانواده‌ام بفرستم. سلام برادر، خوبی؟ تاعتت قبول باشه. اسمت چیه برادر؟ اجاقلو، قوچلی اجاقلو. به به، چه اسم زیبایی. فدای شما بشن. قربونت برم. آماده ای عکس بگیریم. 1 2 3. شهید قوچلی اجاقلو با آرپیجی میره عکاسخانه. در همون عکاسخانه ایشون بعد از این عکاس میگه 1 2 3 ماشه را میچکانه و عکاسخانه میره هوا. سکانس پایانی خبر تو خبر به یه ترانه رپ قیامی اختصاص داره که خودش گویای همه چیزه. بهشون حکم داده حمله کنید سمت مردم بیگونه دست پول، ولی فایده نداره دیگه پیری ضد تحت و معلم دینیم. دزدین همتون طلای ایرانو بردین، روسیه لبنان و لیبی، خلیج فارس شده خلیج چینی. میشنوید پشتم شعار ریتمیک، مرد دیکتاتور اصل حاضر به چک و بساط با فور تکنیک. میریم مردونه جلوی تیربار، تو رگمون عشق، تو قلبمون ایمان. بعد از کشتن تک تک قاتلا میلیونی میریم تا مزار نیکا، مزار مهسا، مزار حدیث. هممون مشکی میپوشیم واسه نوید، صد و ویلا که عذاب و ماتم تو غم مادر پشوانی شریک. 1500 نفر تو آبان، خیلی های دیگه مون هم واسه امسال شمار کشتار در رفت تعداد بین دانشگاه شهید که زندان. قسم به عشق مادرای آبان، دختر آبی، قسم به کارمار فاتح این سال ما رو خوندیم. آخوندا به محض اینکه یک بحرانی پیش میاد اولین کاری که میکنن دکانی به نام مدیریت بحران درست میکنن تا یه عده از مهرهاشون درون بشینن و از اون بحران برای خودشون کاسبی بکنن. اما از این که بگذریم، اصلا خود مقوله مدیریت در نظام آخوندی خودش یک بحرانه. وقتی یه مش آخوند و پاسدار دور هم جمع میشن تا یک بحران رو مدیریت کنن، این اصلا خودش تولید بحران میکنه. انیمیشن کوتاهی در همین رابطه است که با هم میبینیم. سلام و سلام به همه مسئولین لشکری و کشوری و هیهوری و دگوری و بابوری. دشمنان این روزها تبلیغ میکنن که نظام ما در گل بحران ها مثل خر گیر کرده است. امروز برای بچه های وزیر گرد همدیگر را آوردن تا آخرین دستاوردهای دانش بنیان نظام رو ارائه دهند.
ابرام اولی رو کن. عظما جان، این راه حل ما برای بحران گازه. این بسیجیان جان بر کف رو سامان دادیم که از صبح تا شب هی گاز بزنن. هر کیم خواست بیاد با اینا گاز بزنه. برادرها گاز بزنید. آورین از مشکل گاز حل شد. حالا بگو برای مسکن چه کردی؟ عظما جان، مشکل مسکن رو هم به شیوه خارش بنیان ببخشید دانش بنیان حل کردیم. این همه مسکن درست کردیم. آورین این مسکن ها رو تو کدوم استان ساختی؟ بله، در استان لبنان، در استان یمن، در استان سوریه. آورین از مسکن هم حله. این دلارها رو هم اگه بتونی ردیف کنی کار تمامه. ای بابا، اون هم حل عظما جان. دلار، ای جان دلار، بیا پایین. اومدم پایین، بگی منو. خب پس به قول قوه قلمی دلار هم پایین اومد. عظما جان، دیگه مشکلی نیست که من حل کنم؟ نه دیگه، مشکلات زمین رو حل کردیم. برون منقل دانش بنیا رو بیار، دست جمعی بریم سراغ مشکلات فضا. هر چقدر که آخوندها به سرنگونی نزدیکتر میشن و وضعیتشون وخیمتر میشه، دستپاچه‌تر و پریشونتر میشن و با این دستپاچگی و پریشونی تا دلتون بخواد خبرهای مضحک و مسخره تولید میکنن. یعنی کلی دست و پا میزنن تا مثلا یک خبر داغ جور بکنن و از این طریق اوضاع رو خوب جلوه بدن، اما همون خبره تبدیل به یک سوژه جوک و سوژه خنده در فضای مجازی میشه و هرچه رشتن پنبه میشه. از این هفته یک بخش به پیک شادی اضافه میشه که عنوانش هست کامنت و نگاهی متفاوت به همین خبر هاست. سلام، با بخش کامنت همراه با بابک رهنورد در خدمت شما هستیم. بابک بریم. خب منم سلام میکنم خدمت بینندگان. بله. خبر از شما، کامنت از ما. خبر اول خبر نیست، یک رویداد استثنایی و یک تحول عجیب و غریب در وجود ما رو استرس گرفت. این چیه که باید ببینی. ببین، سرکرده ارتش رژیم رفته تو زیرزمین، از جدیدترین جنگنده رژیم رونمایی کرده. این اتفاقیه که فکر میکنم اصلا تاریخ جنگ‌های هوایی رو کامل دگرگون میکنه. ببین عکسو. این که F4 که F4 دیگه. مهران F4 هواپیما F4 در دنیا الان تو پارک‌ها میذارن به عنوان رستوران. از کابینش هم سرسره گذاشتن، بچه‌ها سر میخورن. یه کلاه خلبانی هم گذاشتن، هر کی میخواد عکس بگیره یادگاری عکس خلبانی بگیره. تازه خود شرکتش گفته اینو بیارید بدید ما بذاریم موزه که بگیم نیاکان ما با اینا میرفتن جنگ هوایی. این که یعنی میگی کل این رونمایی کش؟ نه کلش کش نیست، انصافا اون دیوارشو خوب سیمانکاری کردن، خوب در آوردن. من چشم اون سیمانکاری، من فکر اونو رونمایی کردن. یعنی در واقع رونمایی از اون کار سیمانکاراست. تو عکسو گفتم من فکر اونو رونمایی کردن. حالا سوالی که برای من پیش اومد اینه که باند این کجاست؟ باندش بیرونه دیگه، با هواپیما از بیرون بره رو آسمونی که نمیتونم من تو زیر زمین. خب اگه اینطوری باشه که وقتی بیاد تو باند که دیگه از این حالت مخفی میاد بیرون دیگه علنی میشه که. خب این طرح نیمه تمامه دیگه، هنوز تمام نکردن. این یکی از بحراناست که قراره حل کنن که چطوری اون قسمت علنی باعث نشه قسمت غیر علنی رو. F4 رو بردن زیر زمین، حالا بیرون آوردنش خودش داستانه. یعنی قراره دشمنم نفهمه باندش، حالا اون دیگه دارن فکرشو میکنن. احتمالاً صنایع نظامی یه کاری میکنه براش. بسیار خب، حالا ما اینی که دیدیم رو کار بود، بریم یه نگاهی هم به توی کار بندازیم، اتاقشو ببینیم وضعیت چجوریه. این که بتونه کاریه که یعنی همه اون خرج کردن برای پنهان کردن همش برای این. خب انگار که مثلا یه گاف صندوق بسازی توش حلبی بذاری، با گاف صندوق میزن طلا بده، گاف صندوق زیر زمین ساختی واسه F4، تازه F4 الان بدی به عنوان هدف تمرینی نیرو هوایی کشور دیگه قبول نمیکنه که بعد بیام تو زیر زمین دنبالش بگردن. اینجوری نمیشه بابک، تو سیاه نمایی میکنی. اصلا نیروی هوایی خیلی هم تعریف کردم که از سیمانکاریش تعریف جنگ هوایی رو بذاریم کنار. بریم نیروی دریایی رو نگاهی بهش بندازیم. بریم. بله. این شما و این شناور باور. در میان این شناورها
قایق‌هایی هم وجود دارند که به شناور باور معروفند. این شناورها بدون آنکه نیروی رزمنده‌ای روی آنها باشد از یک مسافت مشخص روی هدف قفل کرده و با انبوهی مواد منفجره خود را به میان ناوگروه‌های دشمن میرسانند. وقتی وضعیت این باشد، اولین راهبرد برای ناوگروه امریکایی دوری از چشم رادارهای ایرانی است. بابک اصلا تو باورت میشه رژیم یه شناوری درست کرده باشه به نام شناور باور؟ من اصلا قبل هر چیز ذهنم اسمشو گرفت. یعنی البته اسم خوبیه، یعنی که سرنشینش باید باور کنه که زنده دیگه بر نمیگرده. ببین مهران، هواپیمای بدون سرنشین، شناور بدون سرنشین، فناوری پیشرفتم کرد. آخوندهای چیز جدید ساختن، نصفش با سرنشین، نصفش بدون سرنشین. سرنشین وسط راه فرمونو صاف میکنه میپره بیرون. این جدیده این اصلا این خودباوری که میگن همینه دیگه. یعنی فرمونو قفل میکنه، یه آجر هم میذاره روی پدال گاز، خودش هم شیرجه میره تو آب. حالا سوال اینجاست، این نفری که میپره وسط اقیانوس چطوری میاد تا ساحل شنا میکنه؟ کوسه ها میخورنش. به نظرم خودشون میزد به اون همراه هم شناور میزد، سرنوشتش روشن‌تر بود تا اینکه وسط اقیانوس یکی و تنها میپره اینجوری شنا کنه تا ساحل. شنا کنه تا ساحل. خب اصلا صنایع نظامی رو بیخیالش میشیم. اصلا صنایع نظامی منتفیه. وارد دستاوردهای علمی میشیم. بابک یه چیزی درست کردن، کرونایاب مستعان رو میذاره جیب بغلش، اسمش هست قرص ضد آلودگی هوا. واقعا امشب شب استرس من. به ارگان‌های اصلی بدن میتونه آسیب بزنه، به ریه ها، به کلیه ها، به کبد، به سیستم قلب و عروق. این موارد تنها بخشی از اثرات آلودگی هوا روی سیستم ایمنی بدن ماست. حالا شرکت دانش بنیانی تونسته با تولید محصول قرص جوشان عوارض آلودگی هوا رو برای ما کمتر کنه. حالا چرا قرص جوشان؟ هم وزن هم ابعاد بزرگتری نسبت به قرص‌های معمولی دارن و در نتیجه میتونن مقدار ویتامین بیشتری رو توی خودشون جا بدن. فرمولاسیونی با مهر تایید وزارت بهداشت که عوارض آلودگی هوا را کمتر میکنه. به گفته مدیران این شرکت دانش بنیان، به واسطه هزینه پایین تولید این قرص جوشان مشابه فرانسویش 10 برابر قیمت این محصول هستش. ظرفیت صادرات به کشورهای همسایه هم وجود دارد. محصولاتمون اقداماتی رو برای صادرات انجام دادیم. ان شاءالله به زودی به کشورهای منطقه هم ارسال میشه. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما. اینو چی میگی؟ کجای دنیا دیدی که قرصی درست کنن که این قرص رو بخوری هوا تمیز بشه؟ هیچ جای دنیا جز رژیم من ندیدم. ولی یه سوال من قبل از قرص و اینا دارم. ببین چنین اختراعاتی فقط باید سلامی رونمایی کنه. سلامی کجاست؟ ببین سلامی اومد مستعان رونمایی کرد، اینجا باید سلامی می اومد یه فیگور میگیره. حروم کردن این رونماییشو. اصلا دوربین هست و سلامی نیست. یه چیز عجیب ترین چیز برای من همینه. دوربین هست و اختراع هست، سلامی نیست. سلامی باید می اومد جست میگرفت، یه حب مینداخت بالا، یعنی قبلش آلودگی میخورد، بعد حب مینداخت بالا، الان حواس سالم شد. ببین البته شیوه خوبه. گفتی سیاه نمایی نکن، من دارم سفید نمایی میکنم. ببین شیوه خیلی خوبیه. همه مشکلات بشریت رو با همین حل میکنن. سیل پماد ضد زیل، آتشفشان پماد ضد آتشفشان، آلودگی هوا که خودشون درست کردن قرصشو، زلزله که الان موضوع روز هست، یه دونه قرص بخور ضد زلزله، گرونی آمپول ضد گرونه، همه رو بردن تو سیستم دارویی. مخبرم هست، اون دفعه ساخته بودن آب مقطر، ادامه داد. ببین مهران، تمام اینا همون محصول دانش بنیانی که خامنه ای گفت، همون دانش بنیان گفت اینا داره قرص و پمادش همینطوری میاد تو بازار. الان گفتی دانش بنیان، من فکر می‌کردم این دانش بنیان و خامنه ای از خودش درآورده، اما بعد یه چیزی دیدم نه بابا، بنیانگذار این دانش بنیان خمینی ملعون بوده. اینو ببین چه دانش بنیانیه. آنتنه هایی که هست صداها را از ریشه های درخت که در آب جوش بگذارن صدای هیاهو هست. چی گفت؟ ریشه گیاهان، آب جوش، هیاهو. ببین البته از خمینی بعید نیست، چون خمینی 40 سال پیش یک کلمه گفت، الان هر سال دارن تبیین میکنن چی گفته. حالا اینجا که باز 6 7 کلمه، همون هیچ که گفت، همون هیچ معروف، الان که 6 7 کلمه گفت. ببین حالا این 6 7 کلمه رو همجوری حالا باید حالا تبیین کنن. خمینی اول حرف میزد،
اصلا سیستمش این اول حرف میزد، بقیه باید فکر میکردن که اون چی میگه، خودش زحمت فکر کردنش هم نمیکشید. یعنی بقیه اول فکر میکنن بعد حرف میزنن. بله این عکس بود. این حرف میزد بقیه باید فکر کنن. اصلا همه کارش ضد غیر انسانی. ولی قبول داری با همین جمله فیزیکدان، گیاهشناس، عرض کنم به خدمتت شیمیدان و همه رو غافلگیر کرد؟ بابا مهران این 4 تا کلمه رو به بچهای مدرسه دبستانی هم میدادی بهترین جمله رو میساختن. چیو غافلگیر کرد؟ ریشه گیاه و هیاهو رو آب جوشو میدادی. چیو غافلگیر کرد؟ مثلا خمینی همه حرفاش همینطوری بود. خب اما بریم سراغ خبر آخر. بعد از اینکه پاسدار زاکانی شهردار دزد رژیم گفت که میخواد از قبرها عوارض بگیره، چمران برگشت گفت نه این عوارض نیست، این بهای خدماته. خدمات به چی؟ به مرده ها خدمات میدن؟ راست میگه دیگه، به مرده ها نهار و شام میدن، احتمالاً یارانه بهشون میدن. پول آب، پول برق ازشون میگیرن تا پول آب. یه دهک جامن، درسته که نیستن ولی خب هستن دیگه، بالاخره تو زمین هم دفنن. اصلا میدونی کسی بودجه رژیم برای چیه؟ برای اینکه همین خرج مرده ها میکنه دیگه. راستش من یه وحشتی منو گرفت، فکر کردم که رژیم فقط زنده ها رو اذیت میکنه، معلوم شد که از مرده ها هم دست فر نمیداره. این زنده و مرده از زجر این رژیم در امان نیستن. بله بسیار خوب، خبرها زیاده، کامنت ها هم زیاده، اما اون چه که محدوده فرصت ماست. خیلی متشکریم، تا هفته دیگه و یک کامنت دیگه. خدا نگهدار. کت خدا رسیدیم، این هم تنگه مرحوز. آورین پس تنگه مرحوز این است. میگم اونقدر رو هم تنگ نیست. حالا که دشمنان به ما ضربه میزنندی ما هم تنگه را میبندیم و تمام. شل تنگه را ببند. کت خدا چگونه ببندیم؟ این قالقال خیکی را بنداز در آب تا تنگه بسته شود. ای بابا این که نشد، چه کار کنیم اندی؟ کت خدا باید تنگه را به صورت دانش بنیان ببندیم، برویم درخت‌های آن جنگل‌ها را بیاوریم و در تنگه بیاندازیم تا بسته شود. ببند بابا دهنت را، هرچه جنگل و کوه و دریاچه بوده را بر و بکس ما خورده اندی، چیزی این حوالی نمانده که با آن تنگه را همی ببندی. کت خدا من یک فکر بکری همی دارم، بیاییم اینجا یک گشت ارشاد همی را بیاندازیم تا دیگر کسی جرأت نکند از تنگ رد شوندی. عجب خنگی هستی ها، گشت ارشادمان را در کوچه های فینیتو اوراق کرده اندی، حالا تو اینجا میخوایی گشت ارشاد درست کنی؟ کت خدا یه فکر بکری همی دارم، گوشتان را بیاورید جلو. آورین حالا مثل دزد دریایی شدیم و دشمنان با قایق‌هایشان میآیند و از ما میترسند. کت خدا قاچ زین را بچسب، بستن تنگ پیشکش شد. هموطنان عزیز، بینندگان پیک شادی، ممنون از اینکه با ما همراه بودین. با آرزوی بازگشتن شادی به قلب‌های همه هموطنانمون و تحقق ایرانی آزاد و شاد با همه شما بینندگان عزیز خداحافظی می‌کنیم و امیدواریم که این برنامه پیک شادی هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دلتون خرم و لبتون خندان، شاد و سرشار و سرفراز باشه. همیشه بخند و سر و ببر از دلا.
شب شب